اید برای چی جشن گرفته می شود؟ من کلمه اید اگر ما شرح دهیم از نقطه نظری اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، این برهم دادن روزهای کنونی است. تاجیکان نیز ایدهای خیلی قدیمی خود را دارند که شهادت آن امروز نوروز بین الملل شد و قدیمترین از آنها سیکل میگن، یعنی زنجیره است. زنجیره است که با هم وابسته اند و اینها ایدهای جشنهای تقویمی هستند. صده، نوروز، مهرگان اینها تقویمی هستند. آنها استرولوژی هستند. در بسیار سرچشمه ها درباره این جشن معلومات ها آورده شده است، خاصتا در کتاب مقدس دین زردشتی اوستا، در اثرهای ابوریحان بیرونی با نام آثار الباقیه و کتاب التفهیم، اینچنین در اثرهای کسروی، بیهقی و همچنین دیگر عالمان مورخان اثرهای میانه از قبیل مثلا ابوبکر نرشخی و تبری و دیگران درباره این جشن ها معلومات ها را آورده‌اند. میفولوژی های زیادی وجود دارند که درباره همین پیدایش جشن ها معلومات میدهند. مثلا در ادبیات های همون قدیمه مثلا بیرونی یا عمری خیام یا کسروی و دیگران تاکید میکنند که مثلا اساسگذار جشن صده این خوشنگ است، اساسگذار جشن مهرگان فریدون است. خوشنگ البته در ادبیات اساطیری ما آفریدگار آتش میگویند او را و عموما در طبیعت بسیار تغییرات های کلی که به وجود آمد برای زیستن و برای زندگی کردن و آتش هم اهمیت بسیار کلان داشت و در اسطوره، در روایت گفته می شود که در یک دشت خوشنگ وقتی که به شکار ماران برآمده بود، همین یک سنگ را به طرف یک ماری کلان حواله میکند، اما سنگ به سنگ دیگر زده ایستاده، آتش پیدا میشد و همون گویا علف هایی که در آنجا خشکیده بودند آنها در میگیرند و در نتیجه همان روز را خوشنگ گویا روزی جشن صده اعلان کرده بوده است. صده از آن برمی آید که وقتی که انسان اولین تقسیمات بزرگی مهنت بشد، این در کره زمین این کشاورزی است. همون که خلق مقیم نشین که کشاورز است و باید محصول مهنت خود را به همه نشان دهد. جشن صده میگویند از کلمه صد گرفته شده است و 100 روز پیش از قبل از جشن نوروز آغاز می شود و صده اصلا از نقطه نظر همون تقویممان گیریم اگر آغازی از سردی برآمدن و آغاز شدن تدبیرهای کشاورزی وابستگی دارد. صده جشن ملوک نامدار است، از افریدون و جمع یادگار است. انا ببینید چی گفتم. جشن صده را عادتاً در ماه دهم بهمن که وی به 31 ینور راست می آید، در همان دوره جشن میگیرند. برای چی 31 ینور بود؟ اکنون یک خود قیاس کنید، همه آن چیزها از روی تقویم معین کرده می شود. تقویمی که وی بین همه خلقهای جهان گوناگون است و آخرین تقویم درستی که نبینید تا دوره ساسانیان بود. الان تقویم ها نه همه وقت هم آفتابی، هم گوی شمسی و هم قمری بودن، یعنی مهتابی بودن و اینچنین استرولوژی، ستاره شناسی بود و آنها نام هم دارند. سینودیکی این ماه است، تروپیکی این آفتاب است و غیره. برای همون تقویم ها گوناگون. سال 632 آخرین شاه ساسانیان انوشیروان تقویم نو را قبول می‌کند و آن را من بعد عمری خیام تکمیل می‌دهد در عصر 11. بنابر همین جشنگیری آنها سنه تغییر یافتگی، دیگرگون شده. با دیگر چیز را بگوییم.
به فصل‌های سال در همه فضای بزرگی که آریای‌ها در یوراسیا پهن بودن در هر وقت اون روشنایی میدهد، گرمی میدهد، آفتاب میدهد و تغییر آن دیگر میشد. از این رو همون سنه صده هم تغییر یافتنش ممکن بود و حتی آفریدین همون ایتها رو به دیگر شاه‌ها هم شبیه دادند. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه‌اش میگوید که اصلا نیاگان ما در گذشته سال را به دو قسمت تقسیم میکردند. یک قسمتش تابستان و قسمت دیگرش زمستان. تابستان 7 ماه ادامه می‌یافته است. 7 ماه ادامه می‌یافته است. زمستان باشد میگی 5 ماه. اما همون در داخل 5 ماه زمستان ما چله هم داریم. چله کلان میگویند، چله خرد میگویند. چله کلانمان 40 روز ادامه میکند، چله خردمان 20 روز ادامه مییابد. انا اساساً همین جشن صده را وابسته میکنند به اتمام رسیدن چله کلان و آغاز شدن چله خرد. در تقویم مردمی ما هم با ماه‌هایی که به بهار نزدیک می شود یکی از ماه‌ها ماهی هوت حساب می یابد و حتی مثلا میگویند که چی میگوید مسئله خلقی هم هست. هوتی کرد، کمپیر درونی قوطی کرد. اینجا کمپیر به معنای زمستان می بیاد. هوت آمد و انا زمستان درونی قوطی کرد میگن. از خاطر مردم ایدی صده یعنی نامش جشن صده برآمده بود، لیکن در بین مردم همین جشن با نام دیگرش با نام چله برا، چله برایان هم مشهور است. یعنی نام دوم خودش را این داشت، برآمدی چله، یعنی همان روزی که چله برآمد، چله می براید. و اگر گیریم اگر همین جشن صده در فرهنگ مردمی اگر آغازش شب یلدا باشد یعنی جنبستش می شود به روزی صده، یعنی جشن چله برا، یعنی از اولین شبی درازترین سال سر می شود شب چله و تا چله برا، یعنی در مابین 40 روز است. جشن صده مبارک. وقتی که دهقان کشاورز تمام فصل زمستان در خانه بود و انتظار آن بود که کی بهار می شود، کی او آماده کاری خود می شود، کشت و کار می شود. و وقتی که وی آماده کشت و کار شدن می خواهد و این آمادگی خود را با چی ظاهر می کند؟ با همان مهنت خود که وی چگونه باید مهنت کند. پیش از همه تخمه های خود را می بیند که تخمه ها چگونه تیار است و چیکار است. نبینید و گاوهای خود را، جفت خود را چگونه تیار کرده است که در تمام فصل زمستان و برزگاه‌ها چگونه تیار شدند که زمین را شودکار کند. از این را عادت جفت براران باقی مانده بود در دوران شوروی هم. در بعضی جایها مثلا در اسفره گاوخونه کنان میگویند. در بعضی محل‌ها از جمله در خوجند جفت براران میگویند. برای همون زمین ها چگونه تیار شدن، یعنی زمستان آبمانی چگونه رفت، یخ آب ماندن چگونه بود، اینها رو میبینن و آخرین آن آتش افروز کردن است. گلخن عید صده نسبت به دیگر ها بلندتر و بسیارتر افروخته میشد، یعنی به گرمی دادن است. امروز جشن صده است هیار یار یاره، امروز جشن صده است هیار یار یاره، آبادکاری آغاز است هیار یار یاره، آبادکاری آغاز است هیار یار یاره. این سال رشد دهات است هیار یار یاره، این سال رشد دهات است هیار یار یاره، دیه ها شون آباد هیار یار یاره، دیه ها شون آباد هیار یار یاره. نام صده از خاطر فراموش شد، لیکن تعامل
عادت‌هایی که مربوط به سده است در بین خلق در دهات یا در شهرها قسم قسم باقی مانده است. مثلا در بین مردم ما همیشه باور هست که در شب درازترین سال یعنی در شب چله میوه سرخ خوردن فضیلت دارد، یعنی انار میخورند. خب آزمون های مثلا انار طرز بریدن میگذراندند که یگان دانش به کار نرسد، یعنی انار زخمی نشود و گل خندان بر این کشاده شود، یعنی انار خوردن. و حتی مردم مخصوص تربوز را گرفته میموندند، مخصوص آنها رو میبستند با سبت های مثلا برگ لخ و نگاه میداشتند تا رسیدن شبی در آسترین سال، نه تا شبی چله. در شبی چله تربوز میخوردند. یعنی سرخی چیست؟ سرخی این رمز آتش است، رمز گرمی است، رمز نیکی است که همین عادت ناعیان در بین خلق باقی مانده است. تعامل های هست جای دارد که مربوط به سده می باشد و آن حتما رعایت می گردد. مثلا پختن سمبوسه کدوگین در فصل زمستان، در عین مثلا اوج چله سمبوسه پختن این عادت جشن سده است که مانده است. ببینید تنور به نان کردن و نانی سرخ زمستان بخوردن که رویش مثلا نان سرخ باشد، سینگه نه بلکه سرخ باشد که یک عجایب همین عادت است. و باز یک تعامل دیگری جشن سده این است که از زیر برف اولین همان رستنی های سبزیده به مثال مثلا جغجغ، به مثال چشمی چمچوق، یعنی همین رستنی ها رو گرفته سمبوسه میکردن. یعنی علاقه این مژده از بهار بود. و باز دیگر چیزی که در سده میشود در دهقانی هست. هر یک دهقان تخمی را آماده میکند به کشتی نوبتی. در شب و روزی سده دهقان میخیزد، همون کاداک را میکشاید، تخمی ها را علاقه تیار میکند که این هم یک سنتی نیک است، سنتی آگاه شدن از کار دهقانی، یعنی آماده شدن به کار دهقانی است. و در خوجند بگیره در شب و روزی سده اولین بایچه‌چک را بچه ها رفته از تپه کوهی رخک یا از کوه میوه‌گل، از دامنه کوه میوه‌گل جمع میکنند و گلگردانی بایچه‌چک گردانی علاقه از جشن سده آغاز می شود. وای چچک گولی خوشرایی خیمچک، وای چچک گولی خوشرایی خیمچک، ایخ نیو ایخ نه ندادگی زیخ نه، آمد و آمد دادگی و رامد. شیرینه ها بیارید برای میوا. الان عمر کاتون درام شود الهی. خدا رسانده چی با خدا شکر میکنم الهی. برو بچه ها رحمان شیرینه ها. بسم الله الهی عمر کاتون درام شود بهاری با برار تیاد الهی. اما عمر
عمرکش درو شود تن جانتان ساخت شود آمین الهی خدا رسان الله سلامی آمد و آمد تودگی و رحمت رحمت بچه جان باز بیایتان خوش آمدیتان خوش آمدیتان بیبی جان چرا گل را به جشن می‌سپارید؟ جونی بیبی این اولین گویی است که استگی برق می‌روید و آن خاطر به چشمان مولیدم که خداوند تا بهاری آینده ما رو صحت و سلامت نگاه دارد. البته ما در شرایط گلوبالیزاسیا جهانی‌شوی قرار داریم و البته جنبه‌های مثبت این جهانی‌شوی هم هست البته لیکن جنبه‌های مثبت هم منفی هم دارد. این تهدید به همون ارزش‌های ملی ما تهدید به عنعنه‌های ملی ما به شمار می‌رود. برای همین هم وقتی که ما تاجیکستان ما امروز دولتی صاحب استقلال که هست به گذشته دور خودمان باید نظر افکنیم از آنجا خوشه‌چینی کرده بهترین عنعنه‌های ملی ما را مراسم‌های ملی ما را ما باید از نو احیا بکنیم و امروز تجلیل کردن چنین جشن‌ها از قبیل صده مهرگان اینها برای آن ضرورت دارد که ما مردممان را باید با بهترین عنعنه‌های و رسم و آیین‌های ملی خودمان باید آشنا بکنیم. اول باید چی بودن این جشن‌ها رو آموزیم. خواهیم هم نخواهیم هم به دانشی مکمل درباره این جشن‌ها به پیش قدم گذاشته نمیتونیم. برای آنکه همین جشن‌ها چی ریشه دارند، از کجا پیدا شده اند و مقصدشان چی است، برای این را دانستن زمینه‌های اساطیری آن را آموختن در کلاس و این زمینه‌های اساطیری این جشن‌ها را عالمان باید به مردم فهمانند به زبان ساده. برای چی من بخواهم گویم که همین این ضرور است. یعنی امروز ما مهنت خود رو از نسل به نسل با واسطه نشان دادن نقل کردن داده توانستن نتوانستن. یعنی ما همون شرط های بشری امروزه کردی ما فرزندان از همین مهنت های پرمشقت آزاد کردیم. آنها برای همون کوچه‌گردی یا اون کار دیگر یا اون تکنیک یعنی این جهانگردی است. از این دور رفته نمی شود. حاضر جوان بگوید که من این کلنده گیرید، پنشاخ گیرید، بیل گیرید، شودگار کنید، تخمی کارید گوید من از بازار میرم میخرم. بچه من حاضر درخت برا گوید چی میتواند بید؟ اگر ما در مجموع نگاه کنیم هم جشن مهرگان و هم جشن صده یک اندازه نشان میدهند که خلق تاجیک تا کدام اندازه خلق سازنده هست، بنیادگذار هست، خردمند هست، صاحب تمدن است، صاحب مدنیت هست. در وجود هر یک نفر صاحب وطن، در وجود هر یک نفری ما احساس وطن دوستی، خودشناسی، خویشتن شناسی را بیدار کند. زیرا وقتی ما از تاریخ این جشن‌های کهن بنیاد آگاه می‌شویم در می‌یابیم که تا کدام اندازه گذشتگان پر افتخار ما در درک فلسفه زندگی به اون درجه‌های رسیده بودند که نظیر ندارد. یعنی این جشن‌ها برای آن زنده و پاینده هستند که اینها بنیادهای قوی علمی دارند.